پرمصرف‌ترین ماده مخدر جهان، کافئین، با بدن ما چی کار میکنه؟ کافئین یه ماده طبیعیه و تو بعضی از گیاها مثل دونه‌های قهوه، برگای چای، دونه کاکائو و مغز کولا که در نوشابه هست پیدا میشه. کافئین اثرات آدنوزین رو مسدود میکنه. آدنوزین یه انتقال دهنده عصبیه که مغز رو آروم میکنه و باعث میشه احساس خستگی کنید. وقتی کافئین وارد مغز میشه، جای آدنوزین میشینه و میتونه هوشیاری و تمرکز و افزایش و خستگی و خواب آلودگی رو کاهش بده که شما احساس انرژی بیشتری میکنید. ممکنه اثرات مثبتی بر یادگیری و حافظه داشته باشه، اما این اثرات متغیرن و به نوع کار، دوز کافئین و خود فرد بستگی داره. ممکنه برخی از اثرات محافظتی در برابر بعضی از بیماری‌ها مثل آلزایمر، زوال عقل، پارکینسون و افسردگی داشته باشه. البته هنوز به تحقیقات بیشتری نیازه. کافئین البته میتونه اثرات منفی روی بدنم بذاره، به خصوص زمانی که بیش از حد مصرف بشه. اون ضربان